ترکیب نوآوری و ظرافت به کار رفته در صنایع دستی ایران به گفته رئیس شورای جهانی صنایع دستی باعث ترویج و ماندگاری این هنرهای ایرانی شده است. هنرمندان ایرانی برای حفظ فرهنگ خود و میراث ملی کشورشان بسیار تلاش می‌کنند. آنها با خلاقیت و نوآوری در پی تکامل بخشیدن به صنایع دستی سنتی خود هستند. هیچ جای دنیا نمیتونن به این ریزی کار کنن، این کیفیت رو هیچ جا نمیتونن ببافن، ولی خب ممکنه این طرحو بیان توی ابعاد بزرگتر با یک کیفیت درشت بافتر تولید کنن. از فرش که بگذریم، دیگر هنرهای ظریف ایرانی از جمله معرق و منبت‌کاری‌های ریزنقش نیز تحسین مقامات حاضر در اجلاس مجمع جهانی صنایع دستی را به همراه داشت. برای آماده کردن این اثر کوچک 6 ماه زمان صرف شده و در پایان این محصول بسیار ارزشمند پدید آمده. این هنر شگفت انگیز است. کارهایی که ما انجام میدیم توی اسکیل خیلی کمه، یعنی کارهایی هستن که هنری هستن، زمان زیاد میبره برای تولیدش و اینی که تولیدات ما خیلی محدود هستن، ولی به ازای محدود بودنش فوق‌العاده هنری و موزه‌ای هستن. نگارگری‌های زیبای پدر و پسر هنرمند ایرانی نیز باعث اقبال نسل‌های قدیم و جدید از بازدید کنندگان نمایشگاه شده بود. ما مینیاتور رو روی هر متریالی از فلز، چوب، خاتم یا هر چیزی میتونیم اجرا بکنیم. زنان هنرمند از نقاط مختلف کشور ما نیز ساخته های دستان توانمند خود را به نمایش گذاشتند. پیشینه 1000 ساله داره. نسل به نسل این کار ما با عشق و علاقه ادامه میدهیم. رنگ‌های شاد و طرح‌های زیبای به کار رفته در لباس‌های اقوام ایرانی عرضه شده در این نمایشگاه نشان داد که میتوان با ترکیب مد روز پوشش‌های سنتی را نیز حفظ کرد. کارمون استانداردسازی، احیا، جلوگیری از منسوخ شدن و در واقع به روزرسانی لباس‌های اقوام ایرانی با توجه به نیاز جامعه که بشه استفاده کرد. این هنر بسیار زیبا، خوب و با رنگامیزی چشم نواز است. هنرمندان ایرانی مهارت و استعداد خیلی خوبی دارند. در نمایشگاه جانبی اجلاس مجمع جهانی صنایع دستی که در دهلی برگزار شد، هنرمندانی از 20 کشور جهان هنرهای خود را در معرض دید جهانیان قرار دادند. نمونه‌های از صنایع دستی عرضه شده در غرفه‌های ایرانی علاوه بر این نمایشگاه در شهر دهلی قراره در ایالت‌های مختلف این کشور نیز ارائه بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.